سال 2009 یه نفر یا شاید یه تیم یه پول دیجیتالی ساختن که باهاش دنیا رو زیر و رو کردن. بله، بیت کوین. امروز به دنبال مرموزترین آدم دنیای تکنولوژی یعنی ساتوشی ناکاموتو میگردیم. میخوایم بدونیم واقعی یا نه، چه کسایی هستن که مظنونن به این که این آدم باشن و اینکه کیف پول چند میلیارد دلاری این آدم کجاست. سلام، من سهند غلامحسینی ام و به کانال ما خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم ببینیم واقعا خالق بیت کوین کیه، چرا به وجودش آورده و چرا ناپدید شده یا اصلا اسمی ازش نیست. کاملا با هم قدم به قدم بررسی میکنیم و مقالات و رد پاهای کسی که بیت کوین رو ساخته رو با هم دیگه پیداش میکنیم. اول ازت میخوام که کانال ما رو سابسکرایب بکنی تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونی، چون اتفاقات خیلی جذابی توی راهه. از هر کسی که این روزا بپرسی بیت کوین رو کی ساخته، میگن ساتوشی ناکاموتو، که حتی واحدهای کوچک بیت کوین رو هم بهش میگن ساتوشی و از اسم این فرد برداشتن. این فرد اولین کسیه که میشه گفت ما میشناسیم به عنوان فردی که اومد شبکه بیت کوین رو نوشت و این ارز رو اصلا به دنیا معرفی کرد و بعد هم با یک کیف پول نزدیک به 1 میلیون بیت کوین که معادل حدوداً میشه گفت امروز بیش از 100 میلیارد دلاره فرار کرد یا ناپدید شد. من شروع کردم به پیدا کردن رد پاهایی از ساتوشی که بالاخره ببینم این آدم الان کجاست یا اصلا کجا بوده. وقتی که شروع کردم دیدیم که کیف پولی که توش 1 میلیون بیت کوین وجود داره از روز اول تا الان به داراییش هیچ دستی نخورده. به ما کمکی نکرد. مرحله بعد رفتیم سراغ ایمیل ها و فرم هایی که توش فعالیت میکرده. این آدم بعد از یه مدتی کلا غیب شده، اما از فعالیت هایی که داشته و ایمیل هایی که زده و تکست هایی که داده چند تا چیز متوجه میشیم. اولین موضوع اینه که وقتی که داشته تکستاشو تایپ میکرده از اکسنت یا لهجه بریتیش استفاده میکرده. فرضاً وقتی میخواسته از کلمه رنگ یا کالر استفاده بکنه اونو به این صورت مینوشته. موضوع بعدی اینه که ساعت‌های فعالیتش هم یه جوری با ساعت‌های کشور انگلیس جور در میاد. پس میتونیم اینو در نظر بگیریم که احتمالاً اون توی انگلیس فعالیت میکرده. این 4 نفر مظنونای منن که بر اساس تحقیقات میتونن همون ساتوشی ناکاموتو باشن. شماره 1 هالفینی، اولین کسی که از ساتوشی بیت کوین دریافت کرد، نابغه رمزنگاری. شماره 2 نیک سابو، خالق ایده بیت گولد، پروژه‌ای شبیه به بیت کوین. شماره 3 آدام بک، مخترع هشکش، سیستمی که بیت کوین بهش وابسته است. شماره 4 گریگ رایت، مردی که گفت من ساتوشی ام ولی هیچ وقت نتونست اثبات بکنه. و بعضیام میگن ایلان ماسکه، نمیدونم، شاید هم ایلان ماسک باشه. توی مرحله بعد با توجه به این 5 نفر مظنونی که معرفی کردم از هوش مصنوعی کمک گرفتم و مدل گفتاری هر کدومشون رو با مدل گفتاری ساتوشی مطابقت دادم تا متوجه شدم آقای نیک سابو نزدیکترین مدل گفتار رو با ساتوشی داره. ولی خب خیلی نمیشه به این مدل اعتماد کرد و سوالی پیش میاد چرا یه همچین آدمی که یه چیز بزرگی رو خلق کرده باید پای خودش رو عقب بکشه و جلو نیاد؟ بیشتر که مطالعه کردم متوجه شدم توی یه سری از مقالات نوشته شده که اصلا ساتوشی یه فرد نیست و یه تیمه و یه تیم اومده که این فرایند رو ایجاد کرده و این ارز رو ساخته. بعضی هم میگن این پروژه کار NSA و میخواسته فضای اقتصاد دیجیتال رو یک تستی انجام بده. و اما آخرین تئوری اینه که میگن کلا اصلا ساتوشی ناکاموتو مرده و دیگه هیچ دسترسی بهش نیست. من برای اینکه بیشتر مطمئن بشم گفتم بیا یه کاری انجام بدیم. یه تراکنش به کیف پول ساتوشی انجام دادم و یه پیام براش فرستادم که گفتم اگر زنده یه دونه بیت کوین برام بفرست. البته اگه میفرستاد خوشحالم میشدم. اما هیچ پیامی جواب داده نشد و بیشتر از 48 ساعت منتظر موندم و هیچ پیام دیگه‌ای رو دریافت نکردم و پیام من هنوز اونجا مونده. و آخرین چیزی که پیدا کردم این بود که یه کسی با یه آدرس خیلی شبیه به کیف پول ساتوشی چند وقت پیش به تراکنشی انجام داده بود که وقتی دعوتشو درآوردم متوجه شدم که دروغی ریش نیست، چون توی بلاک چین میشه این چیزا رو متوجه شد. در نهایت فردی به اسم ساتوشی ناکاموتو ناپدید شدنش به نظر من میتونه خیلی هوشمندانه باشه، چون پولی رو توی دنیا ساخته که صاحب و مالک اساسی نداره، در واقع رهبری نداره. به خاطر همینه که هیچ کسی نمیتونه قدرت اصلی اون پول رو دستش بگیره. همیشه میتونه مقدارش رو کنترل بکنه چون تعدادش محدوده و کسی نمیتونه بی‌رویه از این پول چاپ بکنه.
و مقبولیتش مقبولیت جهانیه. یعنی کل مردم دنیا دارن از این پول استفاده میکنن و مربوط به کشور، ارگان یا سازمانی نیست. این یعنی خلاقیت بزرگ اقتصادی. پس اگه یه روزی ازت یکی پرسید چرا بیت کوین رو خلق کردن، بهش بگو چون هیچ کسی روش تسلطی نداره مثل دلار آمریکا که هر چقدر خواستن ازش بی‌رویه چاپ بکنن و بدن و دچار تورم بکنن دنیا رو. ارزشش رو مردم قبول کردن و هیچ رهبری توی دنیا نداره و از همه مهمتر غیر متمرکزه و هر جای دنیا شما میتونید اون رو به رسمیت بشمارید. خب من توی این ویدیو تمامی اطلاعاتی که در مورد خالق بیت کوین وجود داشت رو برات بررسی کردم و قدم به قدم با همدیگه پیش رفتیم. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و کانال ما رو هم سابسکرایب بکن که من اطلاعات خیلی جذابی توی این فضا دوست دارم بهت بدم. ممنونم.